او حق تربیت به گردن من داره، او مقام مرا نیکو نموده. به درستی که ستمگاران رستگار نمیشن. وقتی انسان کلمه رابطه رو میشنوه، یعنی در اینجا تنازع وجود داره، یه اختلاف وجود داره، مثل فاعله تفاعله، دو طرف وجود داره. مراوده معمولا درخواست یک چیزی با نرمشه از شخصی که شما میخواهید نیازی پیشش دارید، با نرمش و لطف باش مراوده میکنید. اگر بر هدفت رسیدید بله، وگرنه اگر طرف دوم قبول نکرد مراوده به بنبست رسیده. همسر عزیز مصر، نخست وزیر مصر، با یوسف اول با مراوده شروع کرد، یعنی با نرمش، با اسلوب فریبنده، با روش فریبنده به سراغش رفت تا اینکه او رو با آنچه که خودش نیاز داره ترغیب کنه. قبل از این یوسف خادمش بود، یوسف رو خریده بودن و یوسف رو به عنوان یک طفل نگاه میکرد. اما وقتی که یوسف بالغ شده دیگه موضوع عوض شده. قبلا فرزند مثلا یه چیزی ازش میخواست، ازش میپرسید که چرا دور وایستادی، بیا نزدیک، بچه. و اون موقع هم اون نمیتونست، یوسف نمیتونست مخالفت کنه، برای که در خانهشه، در خانه شهبانوی مصره و او برش قدرت داره، بلکه ملکه قصره. پس این مسئله چند جهت داره. اولا در خانه ملکه مصر بزرگ شده، او هم با لطف و با رقت و با نرمش به سراغش میاد، لیکن یوسف فوری مقصودشو فهمید. ولذا خداوند این داستان رو با یک ادبیات بسیار بالا شرح میده. و راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. غلقت الابواب توضیح این مطلبه که درها رو به شکل محکم بستش، یا اینکه با درهای متعددی رو بست. معمولا قصرهای بزرگان دروازه‌های متعدد داره. شما یک در رو باز نمی‌کنی که اصلا شاه مملکت اونجا نشسته باشه، بلکه درهای متعدد ازش رد میشی. ولذا شخصی که نخواست با معاویه بیعت کنه، در مدینه معاویه دستور داد که اونو بیاره به قصر دمشق. این قصر رو حضرت عمر قبلا دیده بود که در تشریفات زیادی هست. از معاویه پرسید این چیه؟ معاویه با سیاست و زیرکی معهودش گفت که این قصر رو من اینطوری درست کردم تا در مقابل دولت رومان جوابی باشه براشون، مکانت عرب رو بهشون نشون بده. عمر ساکت شد. معاویه وقتی این شخص رو خواست، همراه با نگهبانان از یک در به در دیگه وارد شد. اول فکر میکرد که در اول رو باز میکنه معاویه رو میبینه، دید نه، بیشتر از بابه. لیکن این نترسید، خدا ترس بود. با دل محکم وارد پیش معاویه رفت. معاویه فکر میکرد که اونو امیرالمومنین صدا میکنه. اون فوری گفت السلام علی رسول الله. حتی سلام نکرد. معاویه فوری فهمید که این شخص بیعت نمیکنه. مقصود که در قصرها درهای متعدد دارن. باز کردیم به آیه خودمون. همسر عزیز درهای متعدد رو بست. چرا؟
برای که وقتی انسان کار زشتی رو که انجام میده، سعی میکنه کسی اونو نبینه، چون میدونه این کار زشته، ورزا سعی میکنه که در پنهان باشه. و ابتلیتم بالمعاصی فاستتروا، اگر به معصیت مبتلا شدید علنا معصیت نکنید، پنهانی معصیت کنید. یکی مبتلا به سیگاره، علنا سیگار نکشه. یکی مبتلا به تریاک، نعوذ بالله، به چرسه، به بنگ، به هروئین، به هر معصیتی، علنا انسان معصیت نکنه. برای که همین که به شما علنا معصیت کردید یعنی دیگران رو خوندی به این معصیت. ولذا ملکه قصص سعی کرد که درها رو محکم ببنده و مراوده هم مدتی وقت گرفت، با لطف و با نرمش و با کرنش و با ناز و کرشمه، ولی دید که نه، یوسف جواب نمیده. بعد گفت وهی تلک، من آماده ام. یعنی از مرحله مراوده گذشت، علنا تقاضا خودش رو مطرح کرد، یعنی من آماده ام برای تو. یوسف جوان جوابش این بود که قال معاذ الله، من به خدا پناه میبرم. مثل امام تراشان و مشرک نگفت که من به امام پناه میبرم، به مولا علی پناه میبرم. معاذ کسی که شما بهش استعاذه میکنید، بهش پناه میبرید، پناهگاه. شما به کسی پناه نمیبرید مگر اینکه از چیزی رو که از قدرت خودت خارج باشه، نتونید. ولذا یوسف میدونست که این نقطه است که ضعیفترین صفت انسان همینه، که انسان، مرد در مقابل زن ضعیفه، زن در مقابل مرد ضعیفه. ولذا فوری گفت که معاذ الله. و هیچ کسی قادر نیست چون چیزی رو برطرف کنه مگه یک خداوند. خداوند باش علم و حکمت داده بود و با این علم و حکمت یوسف حلال از حرام می شناخت و بعضی از کتب روایت هایی دارن، کتب سیره، در باره همین استعاذه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دختر یک پادشاهی رو گرفت. این دختر بسیار زیبا بود. بعضی از همسران پیامبر غیرتی شدند. یکی از اونها که شاید هم عایشه صدیقه باشه، گفت اگه اینو بگیره اینو بر ما ترجیح میده. خب این طبیعیه، بین زنها این چشم دو چشمی هست. به این عروس خانم گفت که وقتی که پیامبر یک کلمه رو خیلی دوست داره، کسی این کلمه رو بگه خوشش میاد. گفت چیه؟ گفت وقتی که بهت نزدیک شد بگو اعوذ بالله منک، من به خدا پناه میبرم از تو. تا پیامبر وارد منزل شد این حرف زد، پیامبر فوری رفت بیرون، گفت که به پناهگاه محکمی پناه بردید و به خوبی طلاقش داد، نزدیک باش نشد. اینجا حتی در داستان حضرت مریم علیه السلام، وقتی که ملک فرشته باش نزدیک شد به شکل بشر، فوری گفت این اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو انسان با تقوایی هستید من از تو به خدا پناه میبرم. کسی پناه برد که میتونه اونو نجات بده. در این آیه قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون، اون رب منه، مقدم مرا گرامی داشته، ظالمان ستمگران رستگار نمیشن. این سخن دو تا معنی داره. یکی این که به درخواست ملکه قصر زلیخا جواب مثبت نداد
دومی که از خداوند مدد خواست و خداوند همچنان که از مکر برادرانش نجاتش داد، همچنان که از چاه نجاتش داد، بهترین مکان رو براش مهیا کرد در مصر تا در اونجا زندگی کنه، بهش علم حکمت داد. آیا بعد از همه اینها این چنین دستور خدا رو زیر پا بذاره با معصیت؟ طبیعیه که نه. قال احسن مثوای، مقدم مرا گرامی شما. این یادآوری میکنه به ملکه قصر، به زلیخا، که تو همسر دارید و همسرت مقدم من گرامی دونسته. وقتی گفت که اکرمی مثوا عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا، مقدمشو گرامی بدار که ما امیدواریم که ازش سود ببریم یا اینکه فرزند خود بگیریمش. اینجا مشکل در این است که فقط اون رو پیش خودش میخونه، یوسف به خودش میخونه، دعوت میکنه، بلکه دو تا مشکل هست. یکی اینکه خودش هم ازدواج کرده، شوهر داره و شوهرش هم ازش خواسته که یوسف رو اکرام کنه و امکان نداره که یوسف پیامبر خیانت بکنه و در مقابل شوهرش با همسرش نزدیکی بکنه. نعوذ بالله. فوری گفت انه ربی احسن مثوایا. این جمله به دوتاشون برمیگرده. میتونه برگرده، میتونه به خدا، به الله بازگرده، میتونه به مقصود از رب سرور باشه، صاحب باشه، که فرعون باشه، که عزیز مصر باشه. و قرآن یکی از ویژگی های اسلوبش همینه، یک عبارتی میاره که معانی متعدد ازش در بیاد. مادامی که خداوند جزای احسان میده، اینجا خداوند میفرماید که و کذلک نجزی المحسنین، این چنینه که محسنان جزا میدیم. یعنی چی؟ یعنی کسی که بدی بکنه جزای مجازات بد میبینه، رستگار نمیشه. و کذلک نجزی المحسنین، کسی که احسان بکنه این چنین پاداشش میدیم. ولا یفلح الظالمون، ظالمان رستگار نمیشن. پس این مراوده‌ای که کرد، بعضی از اهل علم میگن که این مراوده عبارت بود از نگاه کردن، ناز و کرشمه کردن از طرف زن. لیکن خداوند موضع اخیر رو میاره، خلاصش رو میاره که وقتی که جرأت و وقاحتش بیشتره. و راودته التي هو في بيتها عن نفسه، یعنی با رقت اونو از به طرف خودش خون، با ناز و کرشمه. و غلقت الابواب، این دو تا معنی داره. درها رو خیلی محکم بست یا درهای متعددی رو بست. هر دو اینا میتونه باشه. در داستان ها هست که شخصی یه زنی رو به طرف خودش خوند، درها رو محکم بست. اون زن خدا ترس بود. یه جمله‌ای گفت که مرد به زمین افتاد، بیهوش شد. گفت تا این درها رو میبندید، یک در هست که نمیتونی ببندیدش، اون در آسمانه. تا مرد اینو شنید از خدا ترسید و از عملش دست برداشت. اینجا ملکه قصر وقتی که وغلقت الابواب و قالت هیت لک، من آمادم به تو. این کلمه هیته 7 قرائت داره. هیت لک یعنی بیا به طرف من. هیت لک، هیت لک، هیت لک، برات مهیا شدم، آماده شدم.
و هئت لک و قرائت های متعدد. همه اینها دعوت به ارتکاب معصیته، لیکن جواب هر مخلصی معاذ الله، پناه بر خدا. یعنی من به خدا پناه ببرم که چنین عملی انجام بدم. مؤمنان صالح چنین موضوعی میگن. چطور ویرانگران تشیع همه احکام اسلام رو خراب کردن، زنا رو به نام متعه رایج کردن، دینی که برای عفت اومده به قول علامه احسان الله ظهیر، شیعه اومده با صیغه و متعه اونو به بی عفتی مبدل کرده. ولا یزنون یعنی چی؟ یعنی اصلا شأنشون شأن زنا نیست، محاله که زنا بکنن. بعضی از مفسران در اینجا روایت‌های متعددی آوردن که نزدیک بوده که به فاحشه بیفته، لیکن از این روایت‌های بنی اسرائیلی خداوند چهره پدرشو از دیوار بهش نشون داده که داره انگشتشو میگزه، یه فرشته نازل شده به سینه‌اش زده و از این روایت‌های اسرائیلی که هیچ ارزشی نداره. اگر بر کسی امروز مثلا یه مالی به عنوان رشوه داده بشه، مثال میگه به من بده، مالو میگیره تو جیبش میذاره، بعد از 1 ساعت 2 ساعت پشیمان میشه، میگه نه نمیگیرمش، این خودش نقص بزرگیه. به مجردی که آماده شد که رشوه رو بگیره، اگرچه بعدم پشیمان شد، به مجردی که فکر کرد، خیال کرد که بگیردش، یه نقص بزرگیه. و چطور یوسف فکر میکنه که بره به طرفش بعد پشیمان میشه؟ انه ربی احسن مثوای. اینجا کلمه ربی تو همچنان که عرض کردم 2 تا معنا داره. اون رب العزت معنی که من رو از چاه نجات داد و به قصر آورد، از تنهایی به انس، از گرسنگی به سیری، از تشنگی به سیرابی، از اینکه من ضایع بشم به من عنایت کرد، چون خدایی رو من اسیان بکنم، امرش رو زیر پا بذارم. این یک معنایه. معنی دوم طور که عرض کردم، اینجا ربی معنی مربی منه، یعنی شوهرش مربیشه. آیا مربی خودم رو خیانت کنم؟ کسی که من رو در این قصر آورده، من اینجا بزرگ کنه، راجع به همسرش بهش خیانت کنم؟ معاذ الله. ورزه در بعضی از آثار هست که ایمان عفتون المحارم، ایمان انسانو عبارت از عفت از محارمه، احسان عفت از محارمه، عفت از مطامعه. و اهل علم بین لذت و بین سعادت فرق قائلند. لذت از شهوت پرستی میاد، آدم چند لحظه به شهوتش برسه احساس لذت میکنه، لیکن سعادت از ترک شهوت میاد. این خیلی بالاتره. شهوتی که خدا راضی نمیکنه، حرام باشه، شما ترکش میکنی، برای همیشه سعادتمند میشی. الا رب شهوت ساعة اورثت حزنا طویلا، الا یا رب اکلة منعت اکلات. چه بسا شهوت یک لحظه غمهای طولانی رو در پی داشته باشه، چه بسا که لقمه حرامی از لقمه های متعدد انسان رو باز داره. زنا یک ظلمه. زنا قبل از هر چیز ظلم بر خود نفسه، بلکه انسان زانی بین او و بین خداوند حجابه، ارتباطش با خداوند قطعه. حضرت عثمان رضی الله عنه بر منبر بود، گفت که آیا کسی از شما وارد مسجد میشه آثار زنا در بین چشمانشه؟
گفتند ای خلیفه رسول الله، آیا بعد از رسول خدا وحی میاد؟ گفت نه. اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله. از فراست مؤمن برحذر باشید که با نور خدا نگاه میکنه و با توفیق خداست که حرف میزنه. انسان مستقیم استقامتش در چهرهش ظاهر میشه، سیماهم فی وجوههم. و انسان عفیف پاک دامنیش در چهرهش ظاهر میشه و انسان بدکار هم همچنین. انه لا یفلح الظالمون. زنا ظلمه. چون این ظلمی رو روحانیت دجال مدعی تشیع در پوشش آلبه که آلبه از دست اینها فغانشون به آسمان رفته بود، اومدن چون این ظلمی رو به اسم موقع عبادتش کردن. زنا ظلم به خود زانیه و هم به شخصی که باش زنا میکنه. اگه همین شخصی که انسان باش زنا میکنه روز قیامت بیاد بگه که من خواهرت بودم در انسانیت، چرا با من این کار انجام دادید؟ چرا زندگی من خراب کردید؟ آیا چون چیزی رو انسان راضی میکنه؟ و اما الان متاسفانه همه این ارزش ها زیر پا گذاشته شده. در اروپا حدود 50% مردم مثلا نمیدونن پدراشون کیان از نسل جدید. زنا یکی از ظلم های بزرگه. انه لا یفلح الظالمون. هم ظلم بر خود انسانه، هم بر ظلم به طرف دوم و هم ظلم بر جامعه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پس برنامه هم از راه اینترنت و هم از راه تلویزیون، کسانی که آیستار دارن، رسیور آیستار دارن، و هم از راه فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب، از اینها همه پخش میشه. بریم سراغ واتساپ. آقای سلطان سلیم: دیسکو و گل و خاک و خاک بر سرهای ابن سبع در عراق. پناه بر خدا. ذخري الاجتمع وانتظري عاشور، ذخري الاجتمع يا لي هالعيون، عودي دموع عين اشتاقين وعين، عودي دموع عين اشتاقين وين زينبها، ذخري الاجتمع وانتظري عاشور، ذخري الاجتمع وانتظري عاشور، ايش بكربلاء يا بنيتي تمشي، ايش بكربلاء يا بنيتي تمشي، ولا واحد ولا يما وحد الناس، ولا واحد ولا يما وحد الناس، صرت على الوجه يوم يطوي علي 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 خير البشر من عباد محمد 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 صارت الارض به اینم هدیه روحانیت تشیع که تشیع رو اینجوری مسخره میکنه.
دین دیسکویی. جواب ملعون قزوینی به سوال یک بیننده در مورد خمس. اگر وظیفه شیعه را میدانید اینها فوق تواتره. اگر شما میخواد خمس بدید ما کاری نداریم. شما نه ائمه را قبول دارید و نه حاضرید خمس بدید. اگر بحث شیعه این روایات رو داره و روایات هم صحیحه از نظر شیعه، به شما هم فضولی نرسیده که بخواید تو کارش شیعه، به شما هم فضولی نرسیده. نظر شیعه به شما هم فضولی نرسید. آیات هم صحیحه از نظر شیعه، به شما هم فضولی نرسیده که بخواید تو کار شیعه هم بخواد دخالت کنید. آقا چرا خمس بدید، چرا اله میکنید؟ از آقا این یک دروغیه، برای که امام علی از کسی خمس نمی گرفت مگر مثل پیغمبر در غنایم جنگی. اگر خمس نمی بود چیزی به نام روحانیت تشیع که بزرگترین دوزی تاریخ رو انجام داده در میان شیعیان وجود نمی داشت. در قرآن خیلی صریح روشن آمده و علموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین. آنچه که به غنیمت گرفتید خمسش چنین چنانه. لیکن شیعه همون تحریفی رو در اسلام آورده که روحانیت یهود و نصارا در اسلام عیسوی و موسوی آوردن. آقای عبدالحمید از روسیه. ابو حنظله از ترکیه. ترجمه به زبان تاجیکی. زبان تاجیکی که ما نمیفهمیم. اگر نعمت الله رو شکر کردن میخواهی دعوت بکن. انسانها رو به سوی الله دعوت کن. حتی اگر تنها همونی حقیقت رو میگویی و انسانها رو از حق آگاه میکنی و مثل شیطانی گنگ نمیشوی. نمیترسی. اگر نعمت الله رو شکر کردن میخواهی دعوت بکن. انسانها رو به چطوری آخه بزرگش کنم نمیدونم. بعضی کلیپ ها صفحه رو پر نمیکنه. اگر نعمت الله رو شکر کردن میخواهی دعوت بکن. انسانها رو به سوی الله دعوت کن. حتی اگر تنها همونی حقیقت رو میگویی و انسانها رو از حق آگاه میکنی و مثل شیطانی گنگ نمیشوی. نمیترسی. حقی که الله بر بالای انسانها دارد به انسانها میگویی. از به زندانها رفتن، از بدرغه شدن، برای از دست دادن امکانیت های موجود بوده خودداری نمیکنی. پروردگار من الله هست میگویی و انسانها رو به سوی الله دعوت میکنی. چرا؟ برای الله رو شکر کردن. این تو در جای نشستت و دست بگرفته الله رو شکر نمیکنی با گفتن الحمدلله. کسی الله رو شکر نمیکند. برادرانم اگر الله رو شکر کردن خواهی عمل بکن. چی میگوید الله عزوجل؟ انسانها رو برای پروردگار دعوت کن. به سوی پروردگار فریاد کن. انسانها رو هنگام دعوت کردن به سوی یک مذهب دعوت نمیکنی، به یک معلم، به یک جماعت، به یک کتاب دعوت نمیکنی. تنها انسانها رو به سوی الله فریاد میکنی، به سوی الله دعوت میکنی. اگر نعمت الله رو شکر کردن. بله. آقای عبدالرحمن از شبکه یوتیوب. شیطانهای انسانی شهید باذن الله شیخ الحدیث مولانا متوکل رحمه الله که خداوند از قاتلانش انتقام بگیرد. شیطانا انسی را میشناسه چی وسوسه میکنه و بیسته و بی فکرت باشه که گمراهت میکنه. شیطانا انسی را میشناسه چی وسوسه میکنه و بیسته و بی فکرت باشه که گمراهت میکنه. به هزارها نفر توسط یمی کلمه از ترجمه قرآن محروم است یا نه؟ دوم وابی خو وابیسته مذهب قبول نداره. خب باز تو عوام خسری مذهب وحی آسمانی میشماری یا نه؟ فکرام سرش میکنی مذهب کی قبول نداره که ملکم شو برو. من در قصیش نیستم که مذهب قبول نداره. وسوسه ها را خود ببینه. باز چی وسوسه میکنه؟ این دعوالیش است. این همون
قسطی اولیش است. این در قسطای دیگه باز شما را در دیگه طرف میبره. این را وسوسه ها میگه نمیگه. دعوتگر حق در مقابل دسیسه میکنه. این خب وسوسه در شماست. وسوسه جمع میکنه ملاهای خورده. خبر داری؟ اگه این ملا را موقع دادی، اگه صدقه فطر دیدی اینه، اگه الاسقاط دیدی اینه، اگه ختم دیدی اینه، کلی چیزها را سرطان بند میکنه. برید باز بشینه. حالا خیر چه کنیم؟ مشهور کنیشه. حالا گپا را دشتور کنه. تهمت باز میره که دل جماعت لونگی اینه کلان در کجا شش تا ریاست مساجد خیرت است. مولوی سبا کجا آمده؟ ولی اینجا یک مولوی پیدا شده در ترجمه قرآن میکنه مردم گمراه کرد. رئیس مساجد همین قنه میگه که ترجمه قرآن میکنه باز مردم گمراه میشه. خیرت است. ولی ایره که دمی رویش نگیریم 4 سال بعد در کابل اگر حنفی را بچه‌شون ببینیم حنفی باز هیچ نمیمانه. خب چی چاره کنیم؟ حالا بند کو در مساجد دیگه ترجمه نمیتونه. مثلا سعی کنه این دسایس است. خب باز دیگه طرف از دیگه ناحیه این سعی کو چقدر نفرای امنیت نشسته میباشه. شما را چی میگه خبر داری؟ نه ولی این را مانده اینی ورقا را ای توضیح میکنه، اینی کار اینی فلانی میکنه. بس میگه این را دسایس میگه. از این دسیسه ها که کلگی متوجه باشه چی رای خلاصی داری؟ بگوی قل اعوذ برب الناس. ما به کی خدا تسلیم میکنیم؟ الله. کلیتان همگی ما پناه به پیش کی میبریم؟ الله. از کل شهرها پناه میبریم. شیطان ها انسی را میشناسه چی وسوسه میکنه؟ آقای عبدالحمید از روسیه ابو حنظله زندانی هستند. برایشان دعا کنید. در کجا زندانی هستند؟ در ترکیه یا در روسیه؟ خداوند وسایل آزادیش فراهم کنه. آقای باباجان تاجیک از روسیه. پاسخ دکتر ملازاده حکم جمعه مبارک چیست؟ 27 ثانیه. حکم جمعه مبارک چیست؟ بدعته. نباید گفت جمعه مبارک باشه. چرا اصحاب پیامبر مبارک تبریک نگفتند؟ بگی خدا قبول کنه، تقبل الله تعالی، اشکالی نداره. اما اینکه انسان تبریک بگه جمعه رو کار درستی نیست. همه بدعت ها این یواش یواش اینطوری شروع شده. خداوند به شما خیر بده آقای بابا جان. آقای ابو عطا امروز عراق چی طلاب روی امامزاده پرچم ایران هذا العلم الإيراني، العلم الإرهابي، علم خامنهي وخميني. لا حد يقول لي هذا اسم. مگه این پرچم ایرانه، پرچم تروریست هاست، پرچم خامنه‌ای و خمینی است. الله هذا شعار العجم المجوس. میگه این شعار مجوسه. شعار سیکاست. الفرس شعار عبید النار، شعار خامنه‌ای و خمینی، شعار آتش پرستانه، شعار خمینی و خامنه‌ایه. راست میگی، مال سیکاست، چرا ربطی به اسلام داره؟ سنسقط حكومتكم وعصاباتكم في الخضراء يا ميليشيات خميني وخامنهي. سنحرر العراق. ما عراق از دستون آزاد میکنیم. من شروركم وارهابكم
وإجرامكم از دست جنایت های شما و تروریستی شما عراق و نجات میدیم. العراق من خمين الإرهابي وخامناء الإرهابي آقای ابو انس از سنندج: این مسجد قبلا دست یک مولای صوفی مسلک بود و کسی نمیرفت برای ادای نماز جماعت. الان به فضل الله هم مردم به خاطر امام مسجد که موحد است میراند و شلوغ شده و همین مسئله سبب شده تا حکومت و نوچه‌های حکومت به دست پا بیفتند برای خالی کردن مسجد و شکایت و دادگاه بردن امام مسجد و اعضای فعال مسجد و تهدید مردم. بله، عکسایی که شما فرستادید چیز نیست، واضح نیست. آقای محمد از زابل: علیکم السلام. پدر جان، این فرکانس خیلی ضعیف است، الان اینجا قطع است. نه، این قطع بودنش به خاطر ضعف فرکانس نیست، به خاطر پارازیت انداختنه. این آقای راد پویا با اطلاعات همکاری میکنه و پارازیت میندازه. آقای بابا جان، لطفا این را هم پخش کنید. اسلام مسائل جغرافیایی را نمیبینه، مسائل دین. المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان هست. او حاکم ظالم و مستبد دیگر، رئیس جمهور تاجیکستان، اگر نوجوان مسلمان را از خانه خدا منع شده، اگر نوجوان غمی داره، مشکلاتی داره، مصائبی برایش رسیده، غم او جوان تاجیکستانی و نوجوانش غم من و توست ای مسلمان. خدا خیرش بده. آقای عبدالحمید: ایشان در ترکیه زندانی هستند؟ سبحان الله. با داعش ارتباطی نداشته باشه. دعای بیدار شدن از خواب، مولانا عبدالقدوس دهقان، 51 ثانیه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سنن ترمذی آمده که حضرت ابو هریره، من چیکار کنم که صفحه رو پر کنه؟ صفحه رو پر نمیکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. در سنن ترمذی آمده که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه که از خواب بیدار شدید این دعا را بخوانید: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. سپاس و ستایش الله که مرا در بدنم عافیت داد و روح مرا به من بازگرداند و به من اجازه داد که او را ذکر بگویم
و عبادتش را به جای آورد. شما هم این دعا را بخوانید. جزاک الله خیرا. با یا دوستان فردا دوشنبه، روزه دوشنبه هم یادتون نره. خب برادران، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در گذر مثل کلیم از رود نیل، سوی آتشگاه زن مثل خلیل. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. همون حرفی را که شیخ الاسلام ابن تیمیه، این شیرمرد بزرگ قرن هفتم که دنیا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات